جنگ مینو با انگشت. حالا شما میبینید زیر دو خم انگشت میگیره، اما مینو سر و سینه رو بالا نگه داشته و حالا از دو شک خارج میشه. خدا قوت پهلوان. آفرین به این پهلوان. اما انگشت حریف رو به مسابقه دوباره دعوت میکنه، ولی مینو در حال استراحت، مثل که یه چیزی پیدا کرده داره تغذیه میکنه. انگشت دوباره میره سراغش. آفرین دلاور، خدا قوت پهلوان. و دوباره مینو پاشو از زمین بیرون میذاره و یه امتیاز دیگه به انگشت تعلق میگیره. به پرواز میکنه به سمت پیروزی که دیده نشه. شما چه حالی دارین؟ حالی دارم که احساس داره پرنده همیشه پرواز میکنه که کسی اونو نبینه. از دیدن این مسابقه لذت بردی؟ آره. نظر خاصی نداری برای بیننده های عزیزمون؟ چه نظر خاصی دارم؟ شما مربی پرنده بودی؟ این آموزش ها رو شما به پرنده داده بودی؟ آره. به باس هم شما آموزش میدی که از اونجا فرار کنه؟ آره. لطفا توضیح میدین در موردش برامون؟ آره. خب توضیح بدین چجوری باس فرار میکنه؟ باز همیشه یواشکی کفششو درست میکنه، این اتفاق میفته. خب اگه مامان این فیلم رو ببینه میخوای چیکار کنی؟ بفهمه تو باس رو فراری میدی. باسو فرار میدم. الان خب باسی که لطفا دوربین رو میشه نگاه کنی؟ دوربین حتما. آره. الان اگه مامان این فیلمتون رو ببینه که شما دارین باس رو فراری میدی یا شما بهش یاد دادی، میخوای چیکار کنی؟ من رامزش فرار بهش یاد دادم. با دست اخی میبردمش بالا که یاد بگیره چطوری فرار کنه. خب بعدش من با مامانیم فهمید و عصبانی شد. عصبانی شد؟ آره. چیکار کرد؟ من نزد دیگه. نزد؟ مامانی هیچ وقت رو نمیزنه. خب کار نداری، با بیننده های ما خداحافظی کن.